حسین برقویی در راه سپاهان، دانیال ایری در راه پرسپولیس. نقل و انتقالات به کجا رسید؟ قرار بازیکن جدید بگیریم یا نه؟ سلام، به پرسپولیس فارسی خوش اومدین. من علی ام و اینجا از اخبار و حواشی پرسپولیس میگم. گاهی هم تحلیل‌های بازی این تیم رو داریم. توی این ویدیو قصد داریم که به پرونده‌های این یکی دو روز نقل و انتقالاتی یه بررسی هم داشته باشیم، ببینیم بازیکنایی که پرسپولیس به دنبالشون بوده موفق شده که پروسشون رو جلوتر ببره و گزینه‌های جدیدی که برای فروش داره مطرح میشه آیا جدیه یا نه. این وسط ما 2 تا بازیکن جدید هم جذب کردیم که در رابطه با اونام قراره صحبت کنیم و نیمکت یکی از حریف‌های مستقیممون تو این فصل که تغییر کرد، واقعا تغییر عجیبی هم کرد و به حواشی اونا قراره بپردازیم. از پروسه نقل و انتقالاتی باشگاه خودمون شروع بکنیم که همچنان ضد و نقیض یک سری اخباری شنیده میشه. از پروسه جذب رامین رضاییان اصلا بیان شروع بکنیم که ماجرا ببینیم به چه صورتی بوده. رامین رضاییان مثل این که برای اینکه بتونه اصلا رقم خودش رو بعد از اینکه استقلال باش فسخ کرد بالا ببره، خودش رو گزینه پرسپولیس مطرح کرد. حتی گفته میشه با مدیرای پرسپولیس هم صحبت‌هایی رو کرده بود. حالا به زعم بعضی از رسانه‌ها شاید اصلا این داغ کردن صرفا خبرها باشه که میگن آقا رامین رضاییان با مدیرای پرسپولیس صحبت کرده بود و شاید واقعیت نداشته باشه. ولی توی 24 ساعت اخیر یه مصاحبه‌ای اومد از خود مهدی تارتار بیرون و به صراحت اعلام کرده که فکر می‌کنم خبرگزاری تسلیمم اعلام کرده بود. به صراحت اعلام کرده که آقا من رامین رضاییان رو نمیخوام برای فصل آینده و نیازی بهش ندارم. پس پرونده رامین رضاییان و پرسپولیس 100% بسته است. 100% بسته است و اصلا امکان نداره این بازیکن به پرسپولیس بیاد. و کلا ماجرای عجیب غریبی هم داشت دیگه. 200 میلیارد حقوق می‌خواست. الان شاید هیچ تیمی حتی 80 میلیارد هم باهاش قرارداد نبنده. استقلال من فکر می‌کنم تا 150 میلیارد اینا هم راضی شده بود. قرارداد فصل قبلش 150 میلیارد بود، تا 150 میلیارد هم راضی شده بود. ولی خب رامین رضاییان بیشتر می‌خواست. الان میگم حتی شاید اون رقمی هم که قرار بود استقلال باهاش تمدید بکنه هم هیچ باشگاهی حاضر نباشه بده. برای همین داره بازارگرمی میکنه. حالا یه تیمی مشتریش هست که در ادامه راجبش صحبت بکنیم. تراکتور هم نیمکتش دچار تغییر شد. یعنی محمد ربیعی از راه نرسیده و فقط تو فاصله 5-6 روز مونده تا شروع لیگ برتر توی فصل جدید عوض شد، از تیم کنار گذاشته شد و جواد نکونام به جاش اومد و روی نیمکت تراکتور قرار بشینه. این خبر فارغ از این که حالا چقدر برای خود تراکتوری ها عجیب و غریبه، برای من خوشحال کننده است، چون جواد نکونام قطعاً یک مربی فاجعه است و وضعیت تراکتور رو نابود میکنه. یعنی اگر اسکوچیچ اینجا وایستاده بود برای تراکتور این میانه باشه، نکونام اینجاه. از نظر تاکتیک، از نظر مدیریت تیم و قطعاً گنده عجیب و غریبی قراره به بار بیاره. حتی اگر یه مدت هم نتیجه بگیره صرفاً به خاطر بازیکناشه. بریم سراغ یه خبری که در رابطه با حالا جذب شدن رامین رضاییانه. خب توی آخرین اخباری که اومده گفته شده که آقا نکونام گفته رامین رضاییان رو میخوام برای دفاع راست، در صورتی که 2 تا دفاع راست داره، دانیال اسماعیلی فر رو داره. حالا دانیال درسته فصل گذشته هم یه مقداری جلوتر بازی میکرد، ولی به خاطر تعدد وینگرایی که تراکتور داره احتمالاً دانیال توی پست دفاع راست بازی بکنه. همینطور صادق محرمی رو هم داره. حالا این مقدار شنیده ها راجع به اینه که آقا اصلا رامین رضاییان جذب کنه شاید پرسپولیس بره دنبال صادق محرمی. این قضیه خیلی بعیده. ما توی ویدیوی قبلی مفصل صحبت کردیم راجع به این پروسه دفاع راست. من فکر می‌کنم تا اینجا کامل دفاع راستمون، فارغ از این که از دنیل گرا رضایت نداره مهدی تارتار، از اون اولم مازادش نکردن و به خاطر مسائل قراردادی که داشت الان فکر می‌کنم تک تکمون راضی باشیم که شاید یه بازیکن ایرانی با همین کیفیت رو ما میتونیم با 20 میلیارد بیاریم تو تیممون بازی کنه و این هزینه‌های اضافه رو ندیم به بازیکن‌های خارجی و انقدر پول دلالی سرشون این وسط یه عده نخورن. و دنیل گرا هم از این قاعده مستثنا نیست. از روز اولی که مهدی تارتار اومد به تمرین پرسپولیس گفت آقا من این بازیکن رو نیاز ندارم، نمیخوام، به دردم نمیخوره، خوب بازی نمیکنه. ولی خب باش فسخ نکردن، هنوزم نتونستن راضیش کنن که بتونه مبلغ کمتری بگیره. ولی من به نظرم این دندون ناسالم و خراب رو هر جایی بکنن گله، یعنی خرید فاجعه رو هر جایی باشگاه کنار بذارن گله برای پرسپولیس. دنیل گرا که هیچی، ما مجید ایدی رو به عنوان یه دفاع راست 30 ساله با تجربه خریدیم و احتمال داره توی همه بازی‌ها بازی نکنه. چرا؟ گفتیم آقا پست وینگ راست ما یه ترافیک عجیب غریبی داره و با توجه به اینکه فوق ستاره این فصل محبی وینگ تخصصی راسته و اورونوف فعلا از نظر معصومیت ایرادی نداشته توی تمرینات توی بازی‌های پیش فصل،
میتونه چپ بازی بکنه، احتمالاً این دوتا رو فیکس تو این دوتا پست داشته باشیم، مگه اینکه یه بازی بخواد استراحت بده نیمه دوم بیارتشون توی زمین. و در زمانی که اینا فیکس باشن، مهدی تارتار میخواد از قابلیت‌های تیک‌تری استفاده بکنه. به خاطر همین احتمال خیلی زیاد تیک‌تری رو توی دفاع راست هم ما ببینیم دقایق زیادی. حالا اینکه پلن ایش تیک‌تری باشه برای دفاع راست یا ایدی باشه، بستگی احتمالاً به حریفش داره، اینکه بخواد تهاجمی بازی کنه، بالا بازی کنه از جناح راست، یا اینکه بخواد عقب‌تر و دفاعی بازی کنه، که قطعا می‌دونیم تیک‌تری مهاجم‌تره، یعنی توی حالت تهاجمی بیشتر به کارمون میاد، تکنیکی‌تر، سانترکن‌تر، دریبل زن‌تر. ایدی خب خصوصیت دفاعی بهتری داره و خود من خیلی برام جالبه که ترکیب محبی تیک‌تری رو ببینم، یعنی محبی به عنوان وینگر راست و تیک‌تری به عنوان دفاع راست، این دوتا رو توی ترکیب کنار هم دیگه ببینم. به نظرم میتونن کارهای ترکیبی خیلی خوبی اجرا بکنن و بعد از مدت‌های خیلی زیاد جناح راست ما دوباره فعال بشه و بتونن درخش خیلی خوبی داشته باشه و حساب ویژه‌ای رو این باز کرده. حالا همینجا که بحث ترکیب و تاکتیک خودمون شد، یک گریزی هم بزنیم. حالا خیلی گفتیم راجع به تاکتیک مهدی تارتار صحبت می‌کنیم، شاید عملاً ویدئومون داره میرسه به شروع فصل و فرصت نشه، ولی یه گریزی این وسط فقط بخوایم بزنیم. یکی از چالش‌های اصلی به نظر من برای مهدی تارتار اینه که مهاجماشو چجوری بچینه، با توجه به اینکه علیپور و سرگیف رو داره توی پست مهاجم نوک، از اون طرف شهرآبادی رو هم داره. خب علیپور و سرگیف کاملا شبیه همه بازیشون، یعنی مهاجمایی هستن، یه قدرت فینیشینگ دارن، داخل باکس دوست دارن توپ به خودشون برسه، توپ رو معمولا به مهاجم دیگه پاس نمیدن، توپ رو میگیرن، اقدام شوت زنی های فراوانی دارن و معمولا یکیش حالا گل میشه. من حالا به زعم خودم فعلا سرگیف بهتر از علیپوره، مگه اینکه علیپوری باشه که زیر نظر وحید هاشمیان بازی میکرد. ولی میخوام اینو بهتون بگم که ممکنه ما زوج این دوتا رو داشته باشیم توی نوک حمله، یعنی علیپور و سرگیف رو داشته باشیم و بلایی که سر عثمان اومد سر مهدی تارتار هم بیاد، یعنی عثمان نتونست این دو نفر رو با هم مچ کنه که آقا یکشون توی موقعیت فداکاری کنه پاس بده و اون یکی توی موقعیت دیگه فداکاری کنه پاس بده به این یکی، و نتونست این دوتا رو کنار هم مچ کنه. حالا یه پلن اینه که این دوتا با هم دیگه باشن، یه پلن دیگه اینه که یکی از این دو نفر کنار شهرآبادی باشه، چون شهرآبادی به نسبت اینا سر اولو بیشتر میزنه، مهاجمیه که بلند قده، میتونه توپ اول رو بگیره پاس بده به اون یکی مهاجمی که سرعتی تره، شاید علیپور، شاید سرگیف، حتی خود شهرآبادی هم سرعت خوبی داره ها. و یه پلن دیگه که دستش انقدر بازه اینه که محمد عمری رو حتی به عنوان مهاجم سایه بذاره، که به عنوان یه سکند استرایکر پشت سر این مهاجم نوکه بازی کنه، یعنی عملا هم حالت فالس ناین هم میتونیم بهش خطابش بکنیم. خلاصه دستش بازه برای حمله، ولی من فکر می‌کنم دوتا فرمت اول رو بیشتر دقایق ببینیم با توجه به قدرت خوب وینگری که این فصل داریم، یعنی محبی رو داریم، عمری رو داریم، محمودی رو داریم سمت راست، سمت چپ هم استرونونوف رو داریم، نمیخوام اسم بیفوما رو بیارم، اینا رو داریم، احتمالاً توپای زیادی بتونن توی محوطه بریزن و موقعیت‌های خیلی زیادی ایجاد بکنن. برای همین احتمالاً ما تو طول فصل ببینیم که این دوتا مهاجم در کنار هم بازی میکنن. اینم از آنچه که توی نوک حملمون قرار اتفاق بیفته. ما حالا دوتا بازیکن جدید هم جذب کردیم که یکیشون اسم خیلی جالبی داره، یکی امیرحسین طاهری مدافعیه که هم دفاع وسط هم دفاع چپه و جوونیه که توی نیرو زمینی بازی میکرده فصل قبل و این فصل پرسپولیس به عنوان سهمیه زیر 23 سال به تیم اصلی اضافه کرده. راجع به رقم رضایتنامه چیزی مشخص نیست، احتمالاً قراردادش تموم شده بوده و پرسپولیس تونسته خریداریش بکنه. و بازیکن بعدی کوروش اجراپوشه، بازیکنیه که اسم خیلی جالبی هم داره، دیشبم توی ویدیوی باشگاه معرفه شد و ازش رونمایی هم شد و قراره که توی فصل آینده احتمالاً دقایق خیلی زیادی رو روی نیمکت طی بکنه. بازیکنیه که فصل پیش به آلومینیوم عراق رفت، توی پارس جنوبی جم تقریبا فوتبال بزرگسالیش رو استارتش رو زده، فصل پیش به آلومینیوم رفت، نیم فصل دوم که اون چند تا بازی که برگزار شد همشو توی ترکیب آلومینیوم فیکس بود. و آلومینیوم میدونیم مشتبه حسینی مربیش بود، مربی که خیلی بها میده به جوونا و یکی از خصوصیات بارزشه و این جوون خوب رو تونست پرورش بده، حتی یه گل هم تو اون چند تا بازی نیم فصل دوم زد، به استقلال خوزستان زد. بازیکنیه که آینده داره، یعنی با اجراکوش 4 ساله قرارداد بستیم، امیرحسین طاهری 5 ساله، ولی خب معمولا تجربه ثابت کرده مربیایی که به پرسپولیس میان
یا خیلی به جوونا فرصت باید داده باشن قبلا که باز هم به جوونا فرصت بدن، مثلا تیپ مجتبی حسینی باشن، یا اگه غیر این باشه معمولا به جوونا فرصت داده نمیشه، حتی اگر اون جوون فوق العاده باشه. پارسال ما امیرحسین صادقی رو داشتیم، تا حدی مشتاق فخریان، میگم امیرحسین صادقی، محمد حسین صادقی رو داشتیم، مشتاق فخریان رو داشتیم که هر چقدر ما تاکید داشتیم حتی توی روزهای معصومیت و بد بودن بیفوما، بد بودن امین کاظمیان بین بازی برسه، بازی بازم نمیرسید و در هر صورت سخته که بتونن به ترکیب اصلی یا حتی به نیمکت ذخیره هم برسن، ولی امیدوارم حداقل مثلا 30 دقیقه 35 دقیقه تو هر بازی بهشون فرصت برسه. گاهی این جوونا میتونن بیان گره از بازی‌های بزرگی رو باز بکنن. این دوتا هم بازیکن‌های جوونمون بودن که اضافه شدن و در رابطه با این مسائل هم کاملا صحبت کردیم. میمونه صرفا همچنان قضایایی که بازه برای ما. خب توی ویدیوی قبلی گفتیم یه سری بازیکن که قطعیشو جذبشون نمی‌کنیم، یه سری هم گفتیم توی 24 تا 48 ساعت آینده وضعیتشون مشخص میشه. قبل از اینکه اصلا این پارتو شروع کنیم، این ویدیو کلاب دو تا کانال پرسپولیس ایران و پرسپولیس فارسیه. اگر دوست داشتین حتما پرسپولیس ایران رو دنبال کنید. کانال اصلیمون بعد از این پرسپولیس ایرانه و محتوای اصلیمون رو اونجا قرار میدیم و ممنونم از حمایتاتون. من حالا توی استودیو هم نیستم، اومدم سفر، سعی میکنم محتوا رو درست بکنم راجع به پرسپولیس که عقب نیافتیم، واقعا در جریان اخبار قرار بگیرین شما و ممنونم از حمایتاتون. قطعا این سابسکرایبر شما بزرگترین کمک رو به من میکنه. بریم سراغ نهایتا مهمترین اخبار این ویدیو. اینه که آقا یه شایعه مطرح شده که حسین ابرقویی از سپاهان درخواست، یعنی پیشنهاد داره. خودش هم تایید کرد این قضیه رو و گفت من از سپاهان پیشنهاد دارم و از اول فصل نقل و انتقالاتی، از بازه پنجره نقل و انتقالاتی هم این خبر شنیده میشد یا آقا سپاهان علاقه‌منده به حسین ابرقویی. اوایل اصلا صرفا خبرگزاری‌ها کار می‌کردن ولی هر چقدر که گذشت جدی‌تر شد و مثل اینکه آفر رسمی هم ارسال کردن. البته که تا اینجایی که من دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم باشگاه پرسپولیس گفته آفر رسمی برای ما ارسال نشده از سمت سپاهان، ولی به نظر میرسه با توجه به مصاحبه خود حسین ابرقویی آفر رسمی ارسال شده و حسین ابرقویی خودش هم علاقه به این قضیه داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه خب هر مربی که میاد به هر حال یه سری بازیکن‌ها براش ارجحیت بیشتری دارن و طبیعتاً حسین کنانی به عنوان کاپیتان اول پرسپولیس که فیکسه هیچی، زاره بلند قامت هم که قبلا زیر نظر مهدی تارتار کار کرده قطعاً اولویت داره براش و حسین ابرقویی احتمالاً باید روی نیمکت بشینه. ولی اگر بره به سپاهان با توجه به اینکه جای خالی هست توی دفاع وسطشون، احتمالاً به صورت فیکس بازی کنه توی تیم محرم نویدکیا. برای همین خودش هم علاقه داره که بره به سپاهان و جدا بشه پرسپولیس. حالا شاید این وسط یه نگرانی برای شما پیش بیاد که آقا ما این وسط سوی صحرایی رو فروختیم، دادیم رفت. پورعلی گنجی هم فسخ کرد با باشگاه. عملاً دو تا دفاع وسط داشتیم، یه دونه جذب کردیم محمد مهدی زاره و یکی دیگه هم جذب کردیم امیرحسین طاهری که جوونه و تازه جذب شده، اصلا نمیشه روش حساب باز کرد. پس اصلا نمیشه امیرحسین طاهری رو بذاریم کنار. الان ما سه تا دفاع وسط در حد لیگ برتر داریم. خب چجوری باشگاه میخواد یکی رو هم بفروشه دو تا بمونه؟ این قضیه فقط و فقط منوط به خرید دانیال ایریه. فقط و فقط منوط به خرید دانیال ایریه. اون موقع شاید پرسپولیس فکر بکنه به فروختن حسین ابرقویی. حالا معادله این قضیه چجوری حل میشه؟ خب باشگاه پرسپولیس استلامای زیادی گرفت. از همون اولم دنبال این بود که چه قرضی، چه خرید، چه هر فرمت دیگه دانیال ایری رو بیاره. اسرا طاهری که ماجراش خیلی جداگونه است، ولی دانیال ایری چون زودتر جذب شده، اون فاصله 16 هفته‌ای که باید بیاد توی باشگاه و بعد جدا بشه گذشته، مشکلی نداره. حتی تا اینجا پیش رفت که آقا مدیران نساجی گفتن که آقا اگر دانیال ایری رو می‌خواید باید اسرا طاهری رو هم بگیرین، که پرسپولیس گفت نه من این کارو نمی‌کنم. ولی با توجه به هزینه عجیب و غریبی که این دوتا بازیکن برای مدیریت نساجی داشتن و نساجی بعدش نمیاد یه درآمدزایی خوبی از یکی از اینا داشته باشه که میتونه اسرا طاهری رو که نمیتونه، پس دانیال ایری رو میتونه. و اگر الان هم نفروشه مطمئن باشین توی نیم فصل استقلال با یک رقم فوق‌العاده زیاد میره سراغ این بازیکن، این رو یقین بدونید. خب حالا مبلغی که سرش به توافق نمیرسن چقدره؟ مبلغی که ما تا اینجا بهش رسیدیم 180 تا 186 میلیارده که باشگاه نساجی طلب کرده پرسپولیس. از اون طرف پرسپولیس خب اوایل تا 80 میلیارد پیشنهاد میداد، همون رقمی که خود نساجی این بازیکن رو خریده. بعد گفتن آقا ما این رقم خریدیم، همین رقم که نمیفروشیم. پرسپولیس گفت 100 میلیارد. بازم گفتم 20 میلیارد هم برای مایی که رفتیم استعداد پیدا کردیم کمه. پرسپولیس نهایتا گفت 120 میلیارد. یعنی بعد 120 میلیارد دیگه آفر دیگه ای نداد.
و یک گپ زیادی بین 120 میلیارد و 180 میلیارد این وسط وجود داره که مدیرای نساجی اعتقادشون به اینه، شهاب زندی و هیئت مدیره نساجی، که آقا پرسپولیس برای محمد مهدی زاره رفته 170 میلیارد هزینه کرده که اصلا توی لیست نهایی تیم ملی هم نبوده این مدافع، ولی برای مدافعی که توی لیست نهایی تیم ملی بوده چرا حاضر نیست یه رقم همچین رقمی رو هزینه بکنه؟ که اشتباهشون همین جاست. آقا محمد مهدی زاره اگر مربیش بهش فرصت میداد فصل قبل که خودش رو اثبات بکنه قطعا بهتر از دانیال ایری بود. نمیخوام بگم قطعا، ولی خب اصلا قیاس مع الفارقه، این قیاسه که اونو با این رقم شما خریدین، این رو هم باید با رقم بیشتر زوم بخرین. به نظرم یه قیاس مع الفارقیه این وسط که دارن انجام میدن مدیرای نساجی و باید ببینیم پرسپولیس نهایتا رضایت میده رقم 120 میلیارد خودش رو بالاتر بیاره و دانیال ایری رو بخره. باز گفتیم این منوط فروش حسین ابرقویی. خب قطعا از اون طرف فروش حسین ابرقویی یه مبلغ رضایتنامه‌ای باید پرداخت بشه، یه درآمدی از اونجا داره که میتونه شاید تا حد این گپ رو پر بکنه و دانیال ایری رو پرسپولیس پولی بده، حسین ابرقویی رو بفروشه به سپاهان و این رفت آمده انجام بشه. نهایتا ما همون سه تا دفاع اصلیمون ثابت بمونن، وگرنه در غیر این صورت یه مقداری بعید پرسپولیس بتونه با توجه به هزینه‌هایی که این فصل کرده و حتی اینکه تیم توی آسیا هم حضور نداره و فقط توی رقابت‌های داخلی قراره بازی بکنه، بتونه همچین رقمی رو هزینه بکنه برای دانیال ایری. پس این هم معادلش به این سبکه. باید ببینیم توی چندین ساعت آینده چه اتفاقی میفته. هر اتفاقی که بیفته ما ویدیو جدید میگیریم و براتون ضبط میکنیم و این ماجرا تا اینجا. حالا یه بازیکن دیگه هم هست که باز هم اسمش داره زیاد شنیده میشه و معادلش هنوز حل نشده است. توی ویدیوی قبلی هم گفتیم 24 تا 48 ساعت آینده آپدیت راجبش میاد. کسی نیست جز محمد قربانی. محمد قربانی آپدیتش چیه؟ آقا باشگاه گفته بود، باشگاه الوحده امارات گفته بود آقا من یه رقم 650 تا 700 هزار یورویی یا دلاری برای این بازیکن میخوام. فکر میکنم یوروییه. برای این بازیکن میخوام که رقم رضایت‌نامشه. خب پرسپولیس اول پاپس کشید، گفت آقا من لطیفی فر رو با رقم 120 میلیاردی به اضافه امین کاظمیان که در مجموع میشه 150 میلیارد خریدم، نمیام این بازیکن رو بخرم، چون دیگه خیلی هزینه کردم برای هافک دفاعی، هم پورعلی رو آوردم هم لطیفی فر رو آوردم، باکیچ رو دارم، از اون طرف خدابندلو رو دارم، نمیام بخرم. و گفته میشد یه زدوبندی هم با تراکتور انجام داد که تراکتور بره قربانی رو بخره، پرسپولیس بره محبی رو بخره. خب پرسپولیس با یه رقم خیلی معقولی تونست محبی رو بخره و خیلی خوشحالیم از این قضیه. ولی در رابطه با محمد قربانی تراکتور جلو نرفت قضیهش. چرا؟ چون میگفتن آقا پیشنهاد داده توی 2 تا قسط این رقم رو پرداخت کنه، باشگاه الوحده موافقت نکرده. و صحه این قضیه کجاست؟ امروز حجت کریمی مدیر عامل جدید تراکتور گفت که آقا 20 روزه داریم تلاش میکنیم محمد قربانی رو بخریم، یعنی همچنان مذاکرات مالیه داره انجام میشه و پاپس نکشیدن. ولی چون دوباره پرسپولیس به این بازی برگشته و داره آفر میفرسته برای الوحده و الوحده از اون طرف متوجه شده که 2 تا باشگاه پرطرفدار ایرانی، 2 تا باشگاه اصلی برای قهرمانی ایران، لیگ برتر ایران این بازیکن رو میخوان، گفته آقا اصلا این بازیکن فروشی نیست. یعنی این آپدیت 24 ساعت اخیره گفته این بازیکن اصلا فروشی نیست که این 2 تا باشگاه یعنی پرسپولیس و تراکتور رقم خودشون رو بالاتر ببرن و بگن آقا مثلا من با 700,000 تا با 800,000 تا میخوام این بازیکن رو، که از سمت پرسپولیس عملا نشدنیه این قضیه عملا نشدنیه، مگه اینکه میگم پرسپولیس تنها در صورت این بازیکن رو میخره که بتونه الوحده رو راضی کنه زیر قیمت خود بازیکن بتونه این بازیکن رو بفروشه، وگرنه از سقف خود باشگاه بالاتر میزنه و عملا نمیتونه این کارو کنه. ولی چه خرید دانیال ایری، چه خرید محمد قربانی با رقم بالا از نظر من توجیه داره. بازیکنایی هستن که با توجه به سن و سالشون باشگاه میتونه یک قرارداد 4-5 ساله باشون ببنده و عملا این هزینه‌ای که داره الان میکنه رو باید سرشکن کنه توی 4-5 سال. و همچین بازیکن‌هایی که محمد قربانی تجربه ملی داره، تجربه بازی توی 2 تا لیگ خارجی روسیه و امارات رو داره. دانیال ایری مدافع جوونیه که به اردوی تیم ملی دعوت شده، توی ملوان هم خوش درخشیده، قطعا خوش آتی‌ان و آینده دارن و پرسپولیس باید قدر این موقعیت رو بدونه و با توجه به اینکه بقیه فشلن الان توی نقل و انتقالات، بارها گفتیم تراکتور فعلا بازیکن وارد نشد، الان جواد نکونه اومده، احتمالاً وارد این قضیه نقل و انتقالات جدی‌تر وارد شن. استقلال پنجه‌اش بسته است، سپاهان هم مشکل مالی داره. ما باید قدر بدونیم که هیچ رقیب دیگه‌ای نداریم و خودمونیم و برنده و خودمون بشیم. اگه این ماجرا برسه به نیم فصل دیگه این رقابت تنهایی نیست، استقلال وارد بازی میشه، سپاهان احتمالاً
وضعیت فولاد مبارکه درست شه و برگرده به بازی و تراکتور هم همیشه بازیکن‌های تاپ رو براشون رقم‌های خوبی خرج کرده. پس امیدواریم که توی روزهای آینده بتونیم این 2 تا بازیکن رو جذب کنیم و یه پنجره فوق‌العاده نقل و انتقالاتی داشته باشیم. به امید موفقیت پرسپولیس. خدا یار و نگهدارتون.